تو چرا این ریختی شدی؟ چی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ هیچ با من بودم، حاجی نصرت، رضا 500، علی فرصت، آره و اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگور میشناسیش؟ آره از ما نه آره که بریم دوا خورید. تو نمیری به متخصص، اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جور شد رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم بالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم بالا به سلامتی جمع پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متخصصم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی دامدار اومد بیرون رفتم اومدم دم کسی نیستم خوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهم بغل این نرغه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوک، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامردا دوش زد اولیش قایم‌تر زد داد کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کردم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره. تو چرا این ریختی شدی؟ چی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ هیچی با من بودم، حاجی نصرت، جواد 500، عباس فرصت، آره و اینا خیلی بودیم. کری آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کری دیگه، جان کری میشناسیش؟ آره از ما نه از ما، آره که بریم زهر خورید. تو نمیری به موت قسم، اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه بی ترمز دنده دم هتل کوبرگ وین اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، زهر اتمی جور شد دور میز نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم بالا به سلامتی اکبر کوسه لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم بالا به سلامتی 5 بلا یک پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا یارو مستر نامرد ساقی شد گفت بریم بالا، مام رفتیم بالا گفت به سلامتی تحریمات. تو نمیری به موت قسم خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون رفته اومد دیدم کسی نیست همه خوابیدن، پریدم بیرون هتل اومدم دم کوچه برلن بغل اون نرغه فروشی اومدم پایین دیدم یه سر هیکل میزونه اینجوری زد بهم افتادم تو چوب، گفتم اتته، گفت سایتای نزن یکی هوش تو هوشم، گفتم 190,000 سود، دومیش از اولیش قایم‌تر زد، دست کردم جیبم که برم و بیام چشام وا کردم دیدم مذاکرات 4 ماه دیگه تمدید شده. حالا ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگید زده. آره خوبیت نره. خب آره دیگه